عزیزم چیکار داری میکنی؟ نقره ها رو بردار. عزیزم تو موقعی که دلار هست کی نقره برمی‌داره؟ من نقره برمیدارم. نقره از طلا و دلار خیلی بهتره. چی قراره؟ میدونستی امسال نقره وارد 6مین سال کسری ارزش شده؟ این یعنی چی؟ یعنی واسه 6 سال متوالی تقاضاش از ارزش بیشتر بوده. این یعنی که عزیزم نه اجازه بده، تو هیچ وقت نمیذاری من حرفامو کامل بزنم تو این رابطه. این یعنی چی؟ یعنی ما اگر پارسال 1 میلیارد طلا میگرفتیم الان 2 میلیارد پول داشتیم، ولی اگه 1 میلیارد نقره میگرفتیم الان 4 میلیارد پول داشتیم. آبجی جسارتا مگه نقره چند وقت پیش نریخته بود؟ درست میگین سرکار قاسمی، این تازه ریختشه. در ضمن چون به تازگی ریخته احتمالش خیلی زیاده که بره. در کل نقره خیلی خوبه، به خاطر انقلاب هوش مصنوعی و استفاده‌هایی که تو صنعت و اینا میشه خیلی خوبه که تو سرمایه گذاری کنی. دست شما درد نکنه، خیلی مفید بود. قربان شما، با سوالی بود من در خدمتم. همون از دسته مردا.